баргузории чорабиниҳои варзиши хоса гӯштини миллӣ дар айёми таҷлил аз ҷашни аҷдодии тоҷикон Наврӯзи Хуҷастапай дар тамоми қаламравии мамлакат идома доранд. Дар ин замина як маъракаи паҳлавонӣ дар деҳаи Чилчаи колхози ғалабаи ноҳияи Темурмалик баргузор шуд, ки беҳтарин гӯштингиронро аз минтақаҳои гуногуни кишвар ба ҳам овард. دوستان عزیز، ما در مکان برگزاری مسابقه گوشتنی ملی دهه چلچه ناحیه تیمورملک قرار داریم و فعلا مخلصان زیاد به خاطر تماشای این ورزش سنتی جمع آمدند و طبق اطلاع موجوده در برابر پهلوانان بهترین جمهوری اشتراکی ورزشکاران از جمهوری‌های همجوار ازبکستان و قرقیزستان نیز در نظر است. مسابقه گوشتنی ملی دهه چلچه‌ای کالخوزی غلبه ناحیه تیمورملک چون انعنه با رقابت نورسان شروع گردید. در میان پسران مدینه رستم یگانه دخترک خردسال بود که با سبب نداشتن رقیب مثل خود با پسران قوا آزمود و او با یک چست و چالاکی پسران را به قول به تخته پشت می‌افکند. این یگانه دخترک است که امروز در مسابقه امروزه اشتراک کرد و بر رقیبان خود که پسر بودند بر دو حریف خود غالب آمد. و مدینه شما در کجا مشق میکنید؟ من در تالار ورزشی سوخود. من از ناحیه واسه بپشم در دهه کدوچی زندگانی میکنم. و امروز در مسابقه طور مدام با پسران رقابت کردید؟ بله. رقیبان من هم از پسر بچه بودن، همه آنها رو مغلوب کردم. خب مشکل نبود برایش تو غالب آمدن برای؟ نه. خب در آینده چی مقصد؟ در آینده میخوام چمپیون جهان شم. در نمود گوشتنی؟ زودو. در چورابینی مذکور پهلوانان شناخته مملکت از قبیله تیمور رحیمов، سید جلال سیدов، جهانگیر مجیدов، صدر بویف و همچنین گوشتنگیران از جمهوری‌های ازبکستان و قرقیزستان نیز اشتراک نمودند. مسئولین میدان مسابقه را مثل که در قدیم باباهای ما در چنین جایها گوشتن می‌گرفتند آماده ساختند. این گونه میدان‌ها خود سبزپوش و خود قومپوش باشد از گلیم یا خود تتمی برتری خیلی زیاد دارد، چرا که موافق با فصل بهار میباشد. همین طریق مرحله اولی مسابقه با آزمایش‌های نورسان و جوانان پشت سر شد. در مسابقه مذکور که بیش از 15,000 تماشابین به خاطر دستگیری پهلوانان جمع آمده بودند، در مرحله اساسی شاهد رقابت‌های جالب و دیدنی شدند. در برابر دو شو جایزه автомашина سبکرو مسئولین جایزه‌های زیادی پولی و مالی تأسیس دادند. یکی از سابق پهلوانان کشور محسودین مقسوموف در مورد جایزه‌های این معرکه پهلوانی نسبت به سال‌های قبلی چنین ابراز نظر کرد. گوشینا با پیش حالا فرق میکنه که سالمه خشور داره، قالین داره، ماشین داره. او دوره ما گوشین میدیم بز میداد مونا میمردیم ای مولا این شمال میدونم خیلی. حال هر بار شد سگر که همه سالمه خشورای. برنده مدال برنجی مسابقه گران پری ماروکا شد با جودو تیمور رحیمов با گوشتنی زیبای خود مسابقه را جالب تر نمود. او بعد شکست دادن رقیبان خود برای دریافت شو جایزه یکم автомашина با فرقت نظریف قوا آزمود. در واخوری دیگر برای شو جایزه پهلوان شناخته مملکت سید جلال سیدов با فردوس نسیمov میدانداری نمود. هر دو رقابت‌ها دو رنگ انجام یافتند. مسابقه گوشتنی دهه چلچه ناحیه تیمورملک با رقابت طولانی تیمور رحیمov و بچه‌جان قاروف خاتمه یافت. این میدانداری هم با نتیجه مساوی انجام یافت. امروز در ناحیه تیمورملک در دهه چلچه یک خیلی گوشتنی خوب برگزار گردید که از تمام ناحیه کشور تمام گوشتنگیران بهترین جمهوری تاجیکستان اشتراک داشتند. البته گوشتنی خیلی در سطح بلند گذشت، به همه معلوم بود و همه شاهدی اون بود که دو شاه جایزه در اینجا بود. همه پهلوانا شخصا خودی من برای شاه جایزه رقابت کردم با حریف خودم فردوس نسیمov که از شهر کلوب است. گوشتنی ما مساوی شد، ما از این چیز رو افتاده نیستیم.